اوقات خوش چیه؟ اوقاتی که توش غم و اندوه و درد و این چیزا نباشه بابا. مگه داریم؟ الان که نه، اون موقع داشتیم. بابا این چیه؟ چیه میلاد توش رد شده؟ این گوشته بابا، گوشت. گوشت چیه؟ به قسمتی از بدن گوسفندان و گاوها که میبریدن باش کباب درست میکنن، تو آب گوشت میریختن، چه میدونم خورشی باش درست میکردن. اون موقع اینجوری بوده. عکسشو دیدم تو کتاب تاریخمون. شما گوشت خوردین؟ بله بابا، من گوشت خوردم. اونا چی هن؟ اینا میون بابا، میوه. اون پیاز نه یعنی چه میدونم موز و سیب و پرتقال و چه میدونم یه چیزایی مثل اینا. همشون مزه پیاز میدادن؟ آره؟ آره بابا، آره مثل پیاز. مامان اینجا داره خمیازه میکشه دهن. نه بابا، داره از ته دل میخنده. خنده چیه؟ آدم ها اون زمان ها وقتی میخواستن که شادی خودشون رو نشون بدن میخندیدن، اینجوری مثل مامانت تو. اصلا تو بخوای شادی تو نشون